سلام طول ادب به بچهای چنل محمد دیرور. امیدوارم که هر کجا هستید حالتون خوب باشه. امشب اومدیم با داستانی ادامه دار. پس لایک کامنت سابسکرایبتون رو عشق کنید و بریم سراغ ویدیو. آقا وایسا کجا میری؟ سابسکرایب کن بعد بریم. حالا بریم سراغ ویدیو. داستانی که میخوام براتون تعریف کنم داستانی است در مورد نامادری و طلسم مرگ. من نسیم هستم و میرم کلاس سوم. یه روز که داشتم از مدرسه به خونه برمیگشتم دیدم که همسایه‌ها جلوی خونمون جمع شدن. جلوتر که رفتم یکی از خانم‌های همسایه منو بغل کرد و منو برد خونه‌شون. هرچی بهش میگفتم چی شده بهم هیچی نمیگفت. میگفت چیزی نشده. بابات گفته به من امروز خونه ما بمونی و مهمون ما باشی. بعد خودش میاد. گفتم شاید مادرم نگرانم بشه دیر برم. همسایه بهم گفت نه عزیزم، مادرت خودش میدونه که پیش مایی. با اینکه بچه بودم فهمیدم که اوضاع عادی نیست. برام غذا آورد. وقتی که غذا رو خوردم چند دقیقه بعد صدای گریه پدرم رو شنیدم که داشت از توی کوچه میومد. از پنجره اتاق بیرون رو نگاه کردم. دیدم پدرم نشسته و زار داره گریه میکنه. از خونه همسایه‌مون که بیرون رفتم خانم همسایه جلوم رو گرفت، نذاشت که برم پیش بابام. منم دستشو گاز گرفتم و فرار کردم. رفتم پیش بابام. تا بابام منو دید بغلم کرد و زد زیر گریه. ازش پرسیدم بابا چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ و بعد فهمیدم که مادرم مرده. از اون موقع به بعد اتفاقات عجیبی توی زندگیمون افتاد و زندگی برام خیلی سخت شد. همیشه از مدرسه که میومدم سریع کارامو انجام میدادم و برای پدرم غذا درست میکردم. بابام کارگر یک مغازه بود و همیشه خسته و کوفته از مغازه برمیگشت به خونه. منم سعی میکردم براش غذا درست کنم و توی کارهای خونه بهش کمک کنم. هر چقدر بابام بهم میگفت دست به چیزی نزن اصلا گوش نمیکردم. دوست داشتم خودم برای بابام غذا درست کنم. چند ماه بعد سر سفره که داشتیم غذا میخوردیم بابام یهو بهم گفت دختر قشنگم میخوام بهت یه چیزی بگم. تو میدونی من چقدر مادرت رو دوست داشتم. گوه میخوره میخواد زن بگیره. آقا اشتباه شد، بریم سراغ ویدیو. 2000 years later. بابام بهم گفت تو هنوز خیلی کوچیکی، هم درس میخونی هم کارهای خونه رو انجام میدی، اینطوری نمیتونی ادامه بدی. بعد بابام بهم گفت یه خانومی رو میشناسم که همسرش فوت کرده، یک پسر داره تقریبا همسن تو، اگر قبول کنی اونا بیان با همون زندگی کنن، اینطوری کار کردن برای تو هم آسون میشه، میتونی بیشتر به درس و مشقت برسی. منم میدونستم که بابام خیلی مامانم رو دوست داشت و نمیتونستم ببینم یکی دیگه میاد جای مادرم رو بگیره. با گریه از سر سفره بلند شدم و رفتم به اتاقم. عکس مادرم رو بغل کردم و زار گریه کردم. آرزو میکردم ای کاش من میمردم میرفتم پیش مادرم. یک ماه از فوت مادرم میگذشت که بابام از ازدواج با اون زن منصرف شد. یک روز وقتی بابام از مغازه اومد خونه غذا حاضر نبود. بابام هیچی نگفت و حتی همه ظرفا هم کثیف بود. یک مایتابه کثیف رو برداشت شست و برای هر دومون یک نیمرو پخت. خیلی ناراحت شدم و با خودم گفتم اینجوری نمیشه. من نمیتونم هم درس بخونم هم کارهای خونه رو انجام بدم. رفتم بغلش کردم و گفتم چی شده بابا؟ از چیزی ناراحتی؟ گفت نه. به بابام گفتم یادت اون روز گفتی یه خانومی هست که میخوای باش ازدواج کنی؟ من قبول میکنم اگه دوست داری باش ازدواج کن، ولی دوست ندارم جای مامانمو بگیره. بابام گفت باشه، باش صحبت میکنم ببینم چی میشه. اگر شد یک روز باشون قرار میذاریم و دعوتشون میکنیم به خونه تا بیان و با هم آشنا بشیم. اگر ازش خوشت اومد شاید باش ازدواج کردم. چند روز بعد پدرم اون خانومه و پسرش رو دعوت کرد که بیان خونه. خانم خوبی بود. پسرش 2 سال از من بزرگتر بود و خیلی هم مؤدب بود. خانومه به هم گفت من تو رو مثل بچه خودم دوست دارم و هیچ فرقی با سعید نداری. فهمیدم که اسم پسرش سعیده. بعد رفتم خونهشون. وقتی که رفتن پدرم گفت میخوام با عموت و مادر بزرگت صحبت کنم و موضوع رو بهشون بگم. یک روز که بابام تعطیل بود عموم و مادر بزرگم رو دعوت کرد که بیان خونمون. بعد از شام قضیه رو بهشون گفت و گفت خانمی هست که میخوام باهاش ازدواج کنم. تا صحبت بابام تموم شد مادر بزرگم خیلی عصبانی شد و گفت یعنی چی که میخوای با یه زن دیگه ازدواج کنی؟ اگر قرار باشه که تو ازدواج کنی من باید اون زن رو انتخاب کنم نه تو. به اندازه کافی زندگی تو به خاطر اون زن مریض حروم کردی. و با نگاه عجیبی به من نگاه کرد. مادر بزرگم خیلی از من بدش میومد و همیشه منو دشمن خودش میدونست. نمیدونم چرا. بابام خیلی ناراحت شد و گفت مامان این درست نیست پشت سر کسی که مرده حرف بزنی. من هر کاری که نسیم بگه انجام میدم.
اگر موافق باشه ازدواج میکنم، اگر هم نباشه ازدواج نمیکنم. عموم طرف مادر بزرگم رو گرفت و گفت باید حرف مامان رو گوش بدی. مادر بزرگم گفت اگر با اون زن ازدواج کنی شیرم رو حلالت نمیکنم. بابام خیلی آدم احساساتی بود. وقتی که رفتن دیدم بابام چشماش پر اشک شده. بغلش کردم و حسابی با هم گریه کردیم. آقا میدونم رسیده بود داستان به جای حساسش، داشتیم با هم گوش میکردیم. ادامه داستان رو در ویدیوهای بعدی ببینید.